سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو ما اومدیم خاطرات ترسناک من و دوستامو بگم که واقعا از ترسناکه و اگه بخوام بگم این ویدیو زیاد برای بچه‌ها نیست. میتونید این ویدیوی دیگه هم به غیر از ویدیوهای خاطرات ترسناک من و دوستامو ببینید. پس حتما قبل اینکه ویدیو شروع شه لایک کنید، دنبال کنید و آره کامنت هم بذارید انگلیسیش. البته میتونید مثلا من نظر منه میتونید بیاید چطور بگم میتونید بیاید کامنت بنویسید آخرش اوکی یا یس. من خودم بخوام بنویسم آره خب دیگه ول کنیم برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو بچه‌ها. ببینید این دوست ما یه شب با داداشش رفته بودن که یه چیز از خودشون بخرن و بخورن، اما دوست خودم بود گفته باشم رفتن چیز بخرن بخورن. پس قشنگ یه چیز دیدی خونه ها رو وقتی میکنن میخوام یه خونه بسازن میکنن داخل تا بتونن سیمان اصلیشو بریزن. خب واسه اونا از اونا هنوز کنده کاریش تموم نشده، الان هم تموم نشده. بعدش اونا داشتن رد میشن که برن پفک و اینا بره خودش بخوام فکر کنم. بعدش قشنگ اومد یه جیغ بچه اونجا می اومد جلو اینکه اونجا شبم بود و خودش گفت کوچه نفرین شده است، چیزی شد تعجب نکن. و من تعجب نکردم. بعدش شب داشتیم رد می شدیم و اینا، من خواستم برم خونمون. قشنگ دوستم گفت صدای افتادن سکه اومد، تو هم شنیدی؟ من گفتم آره. حتی داداشش هم قبول کرد. من داشتم از ترس به خودم میلرزیدم.